I was blind to the facts. Stabbed in the back, I couldn't trust my own home. Just a bunch of dirty rats. Will I succeed? Paranoid from the weed. Focus, try to focus, but I can't see. سلام خدمت رفقا و همراهان گرامی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با یکی از پربحث‌ترین لوازم موتوری که کیت مکش و فیلتر فابریک هستش که ببینیم کدوم یکی نفس بهتری داره، کدوم یکی صدای خفن‌تری داره و کدوم یکی بهتر راه میره. بریم که با هم داشته باشیم. I was blind to the facts. Stabbed in the back, I couldn't trust my own home. Just a bunch of dirty rats. Will I succeed? Paranoid from the weed. And hocus pocus, try to focus, but I can't see. And in my mind, I'm a blind man doing time. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. من یه شخصیت کاریزماتیکم، کلماتم پر معنی مثل چارلی چاپلینم، همه شیفت من انگاری. دوستان الان با فیلتر هوای فابریک میخوام تستش کنیم، بریم که داشته باشیم که چه میشه. دوستان عزیز، اینم بعد نصب کردن کیت مکش. بریم که تستشو با هم بررسی کنیم و ببینیم چی جوری میشه. دوستان عزیز، اینم کلیپ بعد از نصب کردن کیت مکش. بریم که یک کاتاف کیت مکشی داشته باشیم. اینم تقدیم شما. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اومدیم که بحث کیت مکش و فابریک رو با هم دیگه بررسی کنیم. فیلتر هوای فابریک خیلی کم نفس و کم جون میکنه ماشینو و صدای خیلی کمی داره و نمیذاره ماشین نفس بکشه، ولی موقعی که کیت مکش رو وصل کردیم خیلی توان ماشین بیشتر شد، صدای زیباتر و قشنگتر و خفنتری داد از موتور بیرون و سرعت خیلی زیادی هم گرفت نسبت به فیلتر هوای فابریک خودش. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو و از ما حمایت کنین با لایک و سابسکرایب. خیلی دوستتون دارم، با امید دیدارتون.